درس دوم هستیم، صفحه 6، مجموعه های برابر. دو مجموعه رو که میگن با هم برابر هستن. فعالیت رو با هم انجام میدیم تا بفهمیم که چجوری میشه که ما بفهمیم دو مجموعه با هم برابر هستن. گفته جدول های عددهای صحیح روبرو رو طوری کامل کنی که مجموع عددهای روی هر سطر، یعنی هر ردیف بچه‌ها، هر ستون و هر قطرش برابر 12 بشه. یعنی من اینجوری جمع کنم باید 12 بشه. اینجوری جمع کنم باید 12 بشه. اینجوری جمع کنم باید 12 بشه. پس میایم اول از یک قسمت شروع میکنیم و همه رو پیدا میکنیم. مثلا همین ردیف اول شما 10 دارید، یه جای خالی دارید و یه 12. قرار جواب بشه 12. خب من که 12 رو دارم، پس اون 10 اضافه است. با یه منفی 10 میتونم راحت اینو از بین ببرم. خب حالا میخوام بیام این ستون رو کامل کنم. یه 10 دارم، یه جای خالی دارم، یه منفی 4 دارم، قرار بشه چند؟ 12. خب 10 و منفی 4 با هم میشن 6. من 6 تا دارم، چقدر دیگه اضافه کنم بشه 12؟ 6 تا دیگه. پس اینجا می نویسم 6. خب بریم سراغ این یکی ردیف. منفی 4 داریم، جای خالی، منفی 2 باید بشه 12. منفی 2 با منفی 4 منفی 6 میشه. یعنی علاوه بر اینکه منفی 6 باید بره با قرینش که 6 هست، یه 12 تا هم من لازم دارم که جوابم بشه 12. پس در واقع باید 18 مثبت اینجا باشه که این اتفاق برای ما بیفته. حالا بریم سراغ این ستون. 12 داریم، یه جای خالی، یه منفی 2، قرار بشه 12. خب من که 12 رو دارم، پس این منفی 2 اضافه است. با قرینش بهتره بره. و حالا این ردیف 6 و 2 که یه جای خالی هم وسطشه رو در نظر میگیرم، قرار بشه 12. خب 6 و 2 که میشه 8. چند تا دیگه لازم داری بشه 12؟ 4 تا. خب اینا مثل همون حل جدول سودوکو میمونه. خب شرطش رو ما رعایت کردیم دیگه، این محاسبات رو لازم نداریم. بچه در واقع از اینجا قرار نیست سوالی برای شما بیاد، چون مقصد الان یه چیز دیگه است و موضوع درس اصلا یه چیز دیگه است. بنابراین زیاد تو این قسمت که حالا چی شد چجوری شد میتونید ویدیو رو دوباره نگاه کنید ببینید چجوری به دست آوردید. حالا چی میخواد؟ میگه سپس مجموعه عددهای سطر دوم جدول رو داخل یه آکولات بنویس و اسمشو A بذار. پس A مساویه 6، 4 و 2. خب بریم سراغ مطلب بعدی، یعنی پیدا کردن مجموعه B. حالا با یه روش دیگه، با یه سوال دیگه. گفته مجموعه B رو چنان بنویس که شامل 3 عدد زوج متوالی باشه، میانگینشون هم 4 شده باشه. خدمت شما عرض کنیم که بچه ها اگه 3 عدد زوج متوالی یا 3 عدد فرد متوالی یا اصلا 3 عدد متوالی به شما بدن، همیشه عدد وسط میانگین هست. شما میتونید این رو امتحان کنید. الان این 4 که به ما داده شده گفته میانگین این 3 عدده، در واقع عدد وسطمونه. خب چون زوج متوالی یه 2 قبلشه، یه 6 هم بعدشه، اینم مجموعه B. گفته هر یک از مجموعه A و B چند عضو دارن؟ بچه هر دوتاشون 3 تا عضو دارن. آیا هر عضو A در B هست؟ بله 6 داریم، 4 داریم، 2 داریم. برعکسش چی گفته؟ گفته آیا هر عضو B تو A هم هست؟ بله اونا هم هستن. خب این میشه شرط برابری دوتا مجموعه، یعنی تعداد عضو برابر، تک تک عضوها مثل هم. گفته همونطور که ملاحظه کردید عضوهای دو مجموعه A و B یکسانند و هر عضو A عضوی از B است و هر عضو B عضوی از A هست. در این صورت دو مجموعه A و B رو با هم به این صورت برابر قرار میدیم. حالا میخوایم با شماره 2 به این برسیم که کی برابر نیستن. مجموعه A گفته شامل 3 عدد طبیعی متوالی هستش که گفته حاصل جمعشون شده 27. خب بازم بچه‌ها 3 تا تعدادش فرد دیگه. کلا اون نکته که اون بالا گفتیم برای تعداد فرد بود. 27 تا اگه تقسیم بر 3 کنم میانگین به دست میاد، میشه 9. این 9 باز عدد وسطمونه، چون متوالیان 8 قبلشه 10 بعدشه. این مجموعه A. حالا میخوایم الف و ب و ج مجموعه‌اشو به دست بیاریم، با A مقایسه کنیم که آیا مساوی هست یا نه. مجموع عددهای طبیعی بین 6 و 10. همینجا استاپ ویدیو رو بزن، خودت حل کن، بعد جواب رو نگاه کن که این بشه یه تمرین برای خودت. خب من می نویسم 7، 8 و 9. یه چک میکنم آیا این چیزی که نوشتم با A برابر؟ نه.
اون 10 داره من ندارم، من 7 دارم اون نداره، پس این نمیتونه برابر باشه. بریم سراغ بی. بازم استوب کن ویدیو رو و حتما اول خودت جواب بده. مجموع عددهای طبیعی بزرگتر از 7 کوچکتر از 11. بزرگتر از 7 من 8 دارم، 9 دارم، 10 دارم، اما به 11 دیگه رسیدم باید وایستم. خب آیا این با مجموعه ای من برابر؟ کاملا برابر هستش. بریم جیم. مجموعه سه عدد طبیعی متوالی که میانگینشون 9 باشه. بازم بچه ها سه عدد طبیعی متوالی میانگین 9، پس وسطی 9 چون متوالیان قبلی 8 بعدی 10 هست. آیا با A برابره؟ بله. میگه همونطور که دیدید 8 9 10 که مجموعه A هست با 7 8 9 تو قسمت الف برابر نیست، زیرا همه عضواشون یکسان نیست. پس اگه یکسان نبود بچه ها حتی یه دونش هم فرق داشت ما باید بگیم برابر نیستن. حالا سوالاتش چجوری میاد؟ یه کار در کلاس داریم با هم حل میکنیم، کار در کلاس بعدی هم با هم حل میکنیم، بازم مثالای دیگه هم داریم با هم حل میکنیم. فقط قبل حل من حالا شما هم یه سعی کنید ببینید که چجوریه، میتونید حل کنید یا نه. ببینید بچه‌ها تو این سوالایی که بین دوتا مجموعه مساوی میذاره نیتش اینه که شماها اگه مثلا جذری داری جذرش رو بگیری، تقسیمی داری تقسیم انجام بدی، ساده شدنی اگه هست انجام بدی، مقایسه کنی. مثلا من الان اینجا 2/5 دارم، اینجام دارم، درسته؟ اینجا 25 جذرش میشه 5، پس 5 هم هست. باز اینجا 9/3 میشه 3، پس 3 هم حاضره. فقط میمونه این جاهای خالی. مثلا من باید بیام این عدد منفی رادیکال 144 رو حساب کنم. 144 جذرش 12 میشه، منفی هم که بیرونش بود، پایینم منفی 2/2 مثبت 4 میشه. در کل این کسره که منفی 12 بر مثبت 4 میشه منفی 3. حالا مقایسه میکنم، من اینجا 4 دارم اونجا ندارم، پس جای خالی 4 بوده. من اینجا منفی 3 دارم اونجا ندارم، پس جای خالی منفی 3 بوده. اینجوری میشه که شما میتونید جاهای خالی رو چیکار کنید؟ پر کنید. یه شماره 2 هم داریم که یه ذره کوچولو 625,005/8 چالش داره واسه بچه‌ها. حالا من اینو توضیح میدم. بچه‌ها ببینید اصلا با 625,000 اصلا کاری نداشته باش، برو سراغ بقیه. مثلا 14 ساده میشه به 2 میشه 2/5. میبینم 2/5 تو هر دوتاشون حاضرن. بعد منفی 1/2 همون قیافه یعنی دیگه منفی نیمه دیگه اینم هست. یه 4/9 دارم جذرش رو باید بگیرم میشه 2/3 که میبینم 2/3 هم اینجا حاضره. حالا مونده این جاهای خالی. ببین شما یه منفی 7 داری، یه جای خالی داری، یه 625,000. اینجا هم چیزایی که معلوم نشده، یکی 5/8 یه جای خالی، یه منفی 2. ببین منفی 2 که نمیتونه 7 باشه، نمیتونه 625 باشه، یعنی با این ور مساوی، پس حتما منفی 2 باید تو این جای خالی باشه. منفی 2 هم الان حاضر شد. مونده 2 تا، یه 5/8 یه جای خالی، اونورم 625 و 7. خب 7 که نمیتونه 5/8 باشه، پس 7 جای خالی بوده. یعنی بدون اینکه من بخوام سراغ 5/8 برم یا 625,000 خود به خود اینا حل شدن بچه‌ها. 5/8 همون 625,000 هستش. یعنی 625,000 رو اگه به صورت کسری بنویسی و به 125 ساده کنی میشه 5/8. یا بالعکس 5 رو تقسیم بر 8 کنی به صورت چکشی میشه 625,000. ولی واقعا نیازی به این پیدا نکردیم و تونستیم اینو حلش کنیم. سوال 2 هم یه سوالیه که جالبه. میگه به دانش آموز حالا خودت مثل این طرح کن و جوابتو با دوستات مقایسه کن. حالا ما برای اینکه بازم بیشتر کار کرده باشیم چند تا سوال اینجا آماده گذاشتیم. سوالای استانهای مختلف هست. گفته جاهای خالی رو در مجموعه زیر طوری کامل کن که دو مجموعه برابر باشن، بینشون هم مساوی گذاشته. بچه‌ها اینا واقعا آسونه نسبت به اون چیزی که توی کتاب الان بود. واقعا این دیگه خیلی آسون هستش. ببینید الان من حتما جذر اینو میگیرم میشه 5، یه منفی هم کنارشه. حتما اینو تقسیم میکنم چون تقسیم میشه منفی 8. منفی 8 که حاضره، درسته؟ یه منفی 5 رو باید جای خالی بنویسم. بریم سراغ بعدی. یکی از این چیزایی که باید انجام بدیم جذر گرفتنه. 5 آماده است، اینجا وایستاده. 3 هم که هست، چیزی که این ور نیست منفیه، که چیزی هم که اون ور دیده نمیشه 2.
مقایسه کسایی که نیستن جای خالی رو پر میکنن. دوباره اینجا جذر آورده، این میشه -5. پس -5 تو هر دوتا هست. 11 تو هر دوتا هست. -7 اونجا هست که این ور نیست. 2 اون ور هست که این ور نیست. خیلی ساده میشه اینها رو حل کرد. فقط با مقایسه کردن جایی که لازمه ساده کنید باید ساده کنید و به این صورت به جواب میرسید.